سلام، وقت بخیر. من دلناز جعفری هستم، کارشناس مامایی در خدمت شما هستم. علل افتادگی رحم چی میتونه باشه؟ خیلی از خانم های این سوالا از من میپرسن و من هم جوابی رو براشون آماده کردم، علمی، که برایشون حتما مفید خواهد بود. آسیب به بافت‌های حمایت رحم، یعنی رحم یک عضوی هستش که یک بندهایی اونو به طرفین کمر وصل میکنه که ما بهش میگیم لیگمان ها یا رباط ها، که در طول حاملگی و زایمان اینا کشش پیدا میکنه و موجب افت رحم میشه. همچنین جاذبه زمین این امکان رو به وجود میاره که افتاده بودن رحم رو ایجاد کنه. کم شدن استروژن که در طول یائسگی اتفاق میفته، یعنی استروژن که کم بشه باعث افتادگی رحم میشه. حتی من پیرزنها رو که خانم هایی که سن بالا هستن، به اصطلاح پیرزن هستن، ما اونا رو معاینه که میکنیم یعنی افتادگی رحم در اونا زیادتره، یعنی طوری که سرویکس همون دهانه رحم از واژن میزنه بیرون و کاملا دیده میشه و همیشه اونجور خانم ها میگن که احساس زورزدگی داریم. ضعیف شدن عضلات در طول سالیان ها، یعنی عضلات ضعیف میشن در طول سالیان، باعث میشه که افتادگی رحم صورت بگیره که درد، احساس فشار و زورزدگی به بیرون که با معاینه دو دستی در تخت ژینکولوژی ما به این یقین میرسیم که خب مادر یا خواهر، خانمی که مراجعه میکنه به ما، افتادگی رحم داره. وقتتون بخیر.